بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ابحاثی که باقی مانده از علوم القرآن بود و ما ازش میگذریم، یکی بحث محکم و متشابه در قرآن هست، یکی ناسخ و منسوخ هست، مطلق و مقید هست، عام و خاص هست. این بحثایی است که بیشتر در اصول فقه هم بحث شده و همین قسم بخش اعجاز قرآن کریم که طولانی هست، ما از او به این معنی صرف نظر کردیم. او بحثا را انشاءالله العزیز در خلال آیات قرآن کریم مکمل و مفصل بحث میکنیم. مثلا انشاءالله اگر زنده بودیم بخش اعجاز را در هر آیه که دلالت به اعجاز قرآن کریم دمو مرتبه دمو نکته داشت بیان خواد کردیم. محکم و متشابه را مثلا در آغاز سوره آل عمران بحث خواد کردیم. حروف مقطعات را در ابتدای سوره بقره بحث خواد کردیم. عام و خاص را در سوره بقره جاهایی که احکام میآید بحث خواد کردیم. ناسخ و منسوخ را در آیه در تقریبا ثلث پاره اول ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها بحث خواد کردیم. مسئله قصص و امثال را در قرآن کریم در سوره قصص و قصه های انبیاء علیهم السلام ان شاء الله اگر تو وقت زنده بودیم، اگر دشمن ما را مهلت داد تو وقت و الله خواست بحث خواد کردیم، اگر نه که رفتیم باز دعاگوی ما باشه. بحث استعاذه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. هرگاه که قرآن میخواندی فاستعذ بالله، جزاک الله، پس به الله پناه ببر از شر شیطان رانده شده. اعوذ پناه میبرم، بالله با الله، من الشیطان از شر شیطان، الرجیم رانده شده از رحمت الله، و ملعون داخل شده در غضب الله. در تفسیر استعاذه چند مطلب ضروری هست و در نظر میگیریم. 7 مطلب. یک، حکم اعوذ بالله چیست؟ حکم اعوذ بالله چیست که آیا از قرآن هست و یا هم نه؟ اعوذ بالله آیه قرآنی هست و یا هم نه؟ 2، اهمیت استعاذه هنگام تلاوت چیست؟ 3، معنی استعاذه چیست؟ به چی معنی؟ 4، شیطان چی معنا داره؟ یعنی معنای شیطان چیست؟ 5، موقف شیطان در برابر انسان چیست؟ 6، ارکان استعاذه کدام ها هستند؟ 7، لطائف استعاذه چیست؟ الحمدلله. مطلب اول یا بحث اول که در حکم استعاذه بود که آیا اعوذ بالله از قرآن هست و یا هم از قرآن نیست،
اکثریت قاطع علما با هم متفق هستند، یعنی تقریبا این قول اتفاقی هست که اعوذ بالله از قرآن نیست. امی صیغه‌ای که ما میخوانیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم آیه قرآن نیست. جمهور علما استعاذه را یعنی اعوذ بالله گفتن را هنگام تلاوت مستحب میگویند و ترک آن را جائز میگنانند. یعنی مستحب هست که بگوییم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اگر نگفتیم گناهکار نیستیم، ترک اولا شده، در قرائت خلل نمی آید. عطاء ابن ابی رباح رحمه الله استعاذه را در داخل و خارج نماز واجب میدانه. خب سعی کنین یکی حکمی بود که آیا استعاذه از قرآن هست و یا هم نه، او حکم جدا. اما عطاء ابن ابی رباح میگه که اعوذ بالله گفتن در داخل نماز و هم در خارج نماز هنگام تلاوت واجب هست. دلیلش چیست؟ دلیلش ایست که قرآن کریم استعاذه را به صیغه امر بیان کرده و هر امری که خالی از قرینه باشه دلالت به وجوب میکنه. فاذا قرأت القرآن فاستعذ امر هست و امر دلالت به وجوب میکنه. على كل حال آیا اعوذ بالله در داخل نماز یک بار درست هست که در ابتدای قرائت بخوانیم و یا هم ای که در هر رکعت ای را تکرار کرده بریم؟ علما با هم اختلاف دارند. به نزد محمد ابن سیرین، ابراهیم نخعی و تعداد دیگه از علما استعاذه در ابتدای هر رکعت نماز مستحب هست. استعاذه در ابتدای رکعت هر نماز مستحب است و امر با استعاذه را که در آیه کریمه آمده ای را به عموم اوقات قرائت حمل میکنن. میگه ای مرادش عموم اوقات قرائت هست که هر وقت که قرآن را تلاوت میکردی باید اعوذ بالله بگویی. امام ابو حنیفه رحمه الله و امام شافعی رحمه الله استعاذه را یعنی اعوذ بالله گفتن را در رکعت اول قبل از قرائت کافی می دانند. در رکعت اول قبل از قرائت کافی می دانند که کافی هست. عکس قول امام مالک استعاذه را در ابتدای هر رکعت نمازهای فرضی مکروه میدانه. امام مالک میگه که استعاذه تنها در نوافل و در قیام رمضان ثابت هست. در قیام رمضان، تراویح، قیام اللیل دو ثابت هست، نه در غیر از او. به تعبیر دیگه یا به عباره دیگه استعاذه را فقط در قیام اللیل میدانه و بس. ما میگه استعاذه تنها در نمازهای شب هنگام، نمازهای تهجد خوانده شود. در غیر رمضان از پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه ثابت نیست. روایات مشهور استعاذه کدام ها هستند؟ ای کل در مطلب اول برمیگرده.
که حکم استعاده هست و این مطالب از او بحث اول هست. روایات مشهور در صیغه استعاده، یک کمی روایت مشهور است که ما ورد زبانهای خود داریم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دوم: اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. سوم: از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود اولین باری که جبرئیل علیه السلام برایم آمد وحی آورد و گفت که استعذ بالله من الشیطان الرجیم، استعذ بالله من الشیطان الرجیم، که از این امو اعوذ بالله گرفته میشه. امام طبری این روایت را در تفسیرش نقل کرده، ولی حافظ ابن کثیر رحمهم الله این روایت ضعیف میدانه. به نزد امام احمد بن حنبل رحمه الله با یک روایت میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انه هو السمیع العلیم. جمع میکنه بین کل روایاتی که در استعاذه آمده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یک روایت مشهور که ما گفتیم، انه هو السمیع العلیم دیگر روایت هم همراهش جمع کرده تا جمع بین هر دو روایت بیاید. و اینمی قول از امام اوزاعی و برخی دیگر از علما هم نقل هست، مثل که باقی در کتابهای علوم القرآن درج هست. مطلب دوم: صیغه های استعاذه کدام ها هستند؟ صیغه ها را خود گفتیم، ببخشین. اهمیت استعاذه کدام هست، چی هست؟ فاذا قرأت القرآن، سوره نحل آیه 98. اول میگیم که خی اسباب امر به استعاذه چی ها هستند، کدام ها هستند، چی سبب شد که الله ما را امر به استعاذه در هنگام تلاوت بکنه. یک، قرآن شفای امراض سینه هاست و باید بدانیم که بزرگترین عوامل و اسباب امراض قلبی، یعنی وسوسه های شیطان هست، شهوت هست، قصدهای فاسد هست، خواهشات نفسانی هست. لذا جهت دفع اینمی عوامل و اسباب الله عز و جل مسلمانان را با گفتن استعاذه یا خواندن اعوذ بالله در آغاز تلاوت امر کرده. دو، قرآن مجید وسیله هدایت و اصلاح قلب هاست. مانند باران بارش که سبب رویانیدن نباتات هست. شیطان از آتش خلق شده و خاصیت آتش سوختاندن هست
سوزاندن هست. پس امون نباتات اصلاح و ایمان که در قلبهای ماست، شیطان میخواه اونا را بسوزانه، اونا را از بین ببره. لذا مسلمانان البته ایره به تدریج میخواه از بین ببره و به تدریج حیات قلب از بین میره. قلب میمیره. قلب که مرد دیگه بدن زنده نیست. ایمان در کجا کار کنه؟ از این جهت است که مسلمانان هنگام تلاوت استعاذه میگویند. خیلی فرق میان سبب اول و سبب دوم چیست؟ دو سبب را که آل گفته، یکی قرآن شفای امراض هست و دوم قرآن مجید وسیله هدایت و اصلاح قلب ها هست. فرق میان سبب اول و سبب دوم است که علما میگن سبب اول برای کسب فایده هست. سبب اول برای کسب فایده هست و سبب دوم برای حفظ بقا هست، برای حفظ ثبات هست. سوم، فرشته ها هنگام تلاوت با دور قاریا جمع میشن. مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله و یتدارسونه بینهم الا نزلت علیهم السکینه و غشیتهم الرحمه و حفتهم الملائکه. جمع میشن و شیطان و ملائکه در تضاد و در تقابل یکی دیگه قرار دارند. یکی از دور آفریده شده و دیگه از آتش که شیطان هست. یکی مطیع هست، لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. دیگهش عاصی هست، فاستکبر و کان من الکافرین. استکبار کرد، تکبر کرد، رو گردانید، اطاعت نکرد، از جمله کافرها گشت. و دیگر عاصی هست که شیطان هست. 4، شیطان همواره میکشه. شیطان همواره میکشه، کوشش میکنه تا ای که بنده های مؤمن الله را از کارهای خیر منع کنه. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. بالخصوص در هنگام تلاوت قرآن کریم. پس برای دفع اینمی خلل شیطان الله لا یزال مسلمان ها را دستور میده که در هنگام قرائت قرآن از شیطان با الله لا یزال پناه ببرند و افعال خیر انجام بدن، از افعال شر دور شوند، با الله پناه ببرند. مثل که الله عز و جل می فرماید در آیه 97 و 98 سوره مؤمنون: وقل رب اعوذ بك من همزات الشیاطین و اعوذ بك رب ان یحضرون. بگو رب اعوذ بك من همزات الشیاطین، ای پروردگار ما پناه میبرم به تو. پس شیطان همواره میکشه تا ای که بنده های مؤمن را از کارهای خیر باز داره، بخصوص از تلاوت قرآن کریم. برای دفع اینمی خلل شیطان
الله امر کرد که وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. مطلب سوم، معنی استعاذه چیست؟ معنی استعاذه چیست؟ استعاذه یعنی اعوذ. اعوذ مشتق است از عوذه. عوذه به دو معنا می آید. عوذه دو معنا داره. یک، پناه خواستن و التجا نمودن. پناه خواستن و التجا نمودن. لا ملجأ ولا منجأ منك الا الیک. دوم، التصاق و پیوستن. چنانچه بین عرب ها مشهور است، مثلشان هست معروف، میگه اطیب اللحم عوضه. اطیب اللحم عوضه، بهترین گوشت امو گوشت هست که در استخوان چسبیده باشه. امو گوشت بسیار لذت داره که در استخوان چسبیده باشه. پس اینجا به معنی الصاق هست. عوضه پیوستن هست. چهارم، مطلب چهارم معنی شیطان هست. شیطان چه معنا؟ شیطان از شطانه مشتق است، یعنی گرفته شده از شطانه، به معنی بعد و دوری هست. به معنی بعد و دوری هست. عربا میگه که شطانه دارک، خانه‌تان بسیار دور است. کسی صلاحت میکنه که بیا بریم چای خوردن، میگه شطانه دارک، خانه‌ت بسیار دور است، وقت مرا میگیری. لذا هر سرکشی چه انسان باشه و چه هم جنیات، چه انسان باشه، این پشتوی جای از پشتوی پر کنیم، چه انسان باشه و چه هم جنیات و یا هم حیوانات، به کلش اطلاق شیطان درست میشه. الله عزوجل در سوره انعام آیه 112 میگه وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. ما همی قسم گردانیدیم به هر یکی از پیغمبران دشمنای شیاطین، ام از انس و ام از جن. شیطانهای انسی پسانتر در لطائف استعاذه میخوانیم انشاءالله که خیلی خطرناک هست از شیطانهای جنی کرده. و این ترور علما هم از جمله کارهای شیاطین چی هست؟ انسی هست. خطرناک از شیاطین جنی. مطلب پنجم، موقف شیطان در مقابل انسان چیست؟ موقف شیطان در مقابل انسان، برای اینکه الله متعال، الله لا یزال، انسان را اشرف مخلوقات پیدا کرد و به طور خاص بالای شیطان ملعون ای را برتری داد. لذا شیطان ملعون در مقابل انسان خامخا در سنگر هست، سنگر گرفته و اعلان دشمنی کرد. الله عزوجل در سوره اعراف آیه 16 و 17 می فرماید قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم. گفت شیطان
به سبب آنچه که مرا اغوا کردی، مرا از رحمت دور کردی، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، خامخا باز من میشینم بر راههای راست بنده های. دمی راه راست مستقیم راه اسلام است، میشینم اینا را منحرف میکنم. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم، باز میام به ایشان از طرف راستشان، من بین ایدیهم از روبرویشان، و من خلفهم از پشت سرشان، و عن ایمانهم و عن شمائلهم از طرف راستشان و از طرف چپشان، ولا تجد اکثرهم شاکرین، اکثری بنده های تا تو شکرگزار نخواهد یافتی. امی قسم در آیه کریمه 27 می سوره می فرماید، سوره اعراف: یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. ای بنی آدم، فکرتان باشه که شما را شیطان به گمراهی نبره، شما را فریب نده، مثل که بیرون کرد پدر و مادرتان را از جنت. در سوره اسراء، سوره اسراء نیست، خود سوره اسراء، اسراء فعلش است، اسراء به مصدر میگیریم. سوره اسراء یا بنی اسرائیل می فرماید: قال ارأیتک هذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الى یوم القیامة لاحتنکن ذریته الا قلیلا. شیطان گفت میبینی ای پروردگار، به سبب آن چیزی که انسان را کرامت دادی بالای ما، خامخا اگر مرا مهلت بیتی تا روز قیامت، مهلتش هم تا سور دوم اسرافیل بود که خواسته بود، ولی الله عزوجل او را تا سور اول اسرافیل مهلت داد. خامخا ما گمراه میکنم، لاحتنکن ذریته الا قلیلا، مگر تعداد اندکش را دیگه نه. امی قسم در سوره کهف می فرماید: و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه. مثل از این آیات در قرآن زیاد داریم، در سوره فاطر و آیات دیگه، سوره صاد و دیگه جاها زیاد میه. مطلب ششم، ارکان استعاذه. ارکان جمع رکن هست. رکن یک شیء یا یک جزء داخلی چیز هست که بدون از او امکان پذیر موجودیت از او چیز نیست. مثلا این ستون ها به این مسجد رکن هست، بدون ستون چت استاد نمیشه. دیوارها رکن هست، سقف رکن هست. ما به نام ارکان صلات داریم، ارکان نماز که قیام هست، قرائت هست، رکوع، سجده است. پس اینجا مراد از ارکان استعاذه چیست؟ کدام ها هستند؟ اول مستعذ. مستعذ بنده صالح الله است، کسی که به الله پناه میخواه، پناه میبره. بنده صالح که تلاوت قرآن را میکنه. هود آیه 47 میگه: قال رب اینی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم و الا تغفر لی و ترحمنی اکن من الخاسرین. گفت ای پروردگار ما، اینی اعوذ بک، ما پناه میبرم به تو، ان اسألک، نوح علیه السلام گفت ای که ما سوال بکنم، ما لیس لی به علم، با آن چیزی که ما علم ندارم. سوره یوسف آیه 23 میگه: قال معاذ الله، یوسف علیه السلام گفت ما پناه میبرم به خدا، به الله. پس اینجا مستعیذ بنده نیکو و صالح الله است. سوره بقره آیه 67 میگه:
از موسی علیه السلام نقل میکنه. قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، گفت ما پناه میبرم به الله که شوم از جمله جاهلین. دخان آیه 20 میگه و انی عذت بربی و ربکم ان ترجمون. سوره مریم آیه 18 میگه قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا. سوره مؤمنون آیه 97 و 98 پیش گفتیم که وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. از مجموعی از این آیات معلوم میشه که مستعیذ بنده صالح الله است. رکن دوم مستعاذ بهی. مستعاذ بهی با کی باید پناه ببره؟ کسی که با او پناه برده می شود، اشیا چیزهایی که با او پناه برده می شود اسماء الله است، اسماء نیکوی الله است. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. صفات الله است، آن چیزی که الله خود را به او توصیف کرده. کلمات الله است، مثل که در صحیح مسلم از خولته بنت حکیم رضی الله عنها روایت شده که میگه سمعت النبی صلی الله علیه و سلم، شنیدم ما از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میگفت من نزل منزلا، کسی که پایین شد به یک جای، یعنی به یک قریه رفت، در یک جای دم گرفت، ثم قال، باز گفت اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، پناه میبرم به الله متعال، به کلمات الله متعال تامات، ام کلماتش که مکمل هست. کلمات اسماء الله، کلمات صفات الله، کلمات قدرت الله. من شر ما خلق، از شر هر آن چیزی که الله پیدا کرده. پیامبر علیه السلام میگه که هرگاه کسی ایرا گفت لم یضره، هرگز به این ضرر نمیرسانه، شیء، هیچ چیزی، حتی یرتحل من منزله ذلك، تا ای که بر بگرده از این منزلش، از این سفر. پس همیشه ای را بخوانین. خواه این از جمله مأثورات یومیه هست. 3 بار صبح بخوانین، 3 بار بعد از نماز شام بخوانین و 3 بار هم هنگام که استراحت بشین در وقت خواب بخوانین. انشاءالله هیچ کید و مکر شیطان با شما کار نمیکنه. 3 رکن سوم المستعاذ منه، کسی که از شر او پناه برده میشه، پناه خواسته میشه. مطلقاً چه شر نفس باشه و یا هم شر اعمال باشه، شر نفس باشه و یا هم شر اعمال باشه. پیامبر علیه السلام در دعای مأثوره خود میگفت، در خطبه های خود میگفت من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، پناه میبرم به الله از شرور نفس های خود و از اعمال های زشت خود. قل اعوذ برب الفلق، بگو ما پناه میبرم برب فلق. فلق امو صبح کننده. قل اعوذ برب الناس، پناه میبرم با پروردگار که رب الناس هست. 4 هدف و مقصد از استعاذه چیست؟ این هم در ارکانش ذکر شده. علما در ارکان استعاذه ذکر میکنن. دفع نمودن جمیع شرور، دفع کردن تمام شرور. 1 شر ناشی از اعتقاد فاسد،
خطرناکترین شر است که عقیده فاسد شد، باز دیگه او طرف کل اعمال فاسد میشه. دو، مضرات دنیوی، آن چیزی که در دنیا شر گفته شده و به ما شر میرسانه. به تعبیر دیگر اعوذ بالله استعاذه از 3 نوع شر هست. یکی جهل، دوم فسق، سوم مکروهات، چیزهای زشت، بد، ناپسند. الحمدلله. ای بود ارکان استعاذه. هفتم، بحث آخر در استعاذه لطائف استعاذه هست. لطائف جمع لطیفه هست، چیزهای باریک، نکته های جالب. در اعوذ بالله چی هست؟ یک، عروج از خلق به سوی خالق. امی که علم تزکیه میگن، علم سلوک میگن، و یا هم به اصطلاح فعلی علم تصوف صحیح که باشه. پس این اگر ما در اعوذ بالله کمک دقت کنیم، امی فکر و اندیشه ما درستر میشه، علم سلوک به ما پیدا میشه. عروج از خلق به سوی خالق، سفر یعنی از مخلوق به طرف خالق، برگشت از مخلوق اعوذ بالله پناه میبرم به الله، از همه مخلوقات از دنیا خود خلاص میکنی، به الله رجوع میکنی، به سوی خالق. دو، اعتراف با عجز نفس. نفس ما عاجز هست، اگر الله تو مرا کمک نکنی در مقابل شیطان مسنگر گرفته نمیتونم، پس به تو پناه میبرم. عجز، اعتراف به عجز نفس و قدرت الله عز وجل، الله رب العالمین. سه، هرگاه بنده مسلمان اعوذ بالله بگوید، ای خود به عدم رضای او به مجاورت و همنشینی با شیطان دلالت میکنه. هرگاه که بنده مسلمان اعوذ بالله میگه، اقرار هست به دوری، به بدبینی همراه شیطان، به همنشینی همراه شیطان. چهار، شیطان همیشه در کمین مسلمان نشسته و قسم خورده، مثل که پیش گفتیم لأقعدن لهم صراطک المستقیم، آیه 16 و 17 سوره اعراف. و قسم خورده، لذا ایجاب بکنه که انسان مسلمان حتما دشمنیش را با او در قول و عملش نمایان سازه، دیگه ثابت بکنه که من امرای شیطان دشمن هستم. 5، اعوذ بالله یا استعاذه طهارت دهن است، پاکی دهن است از آنچه که از فحشا، رفث، فسوق، دو دشنام در قول و عملش انجام داده، دشنام زده، سخنان بیهوده گفته. پس هنگام تلاوت لازم است که دهن خدا پاک بکنه، کلام الله را میخوانه. 6، اعوذ بالله خوشبویی دهن است، عطر دهن است به خاطر تلاوت کلام الله. 7، اعوذ بالله استعانت به الله است، کمک خواستن از الله است. 8،
شیطان دشمن باطنی هست. فکرتان باشه شیطان دشمن باطنی انسان هست. کسی که بالای او قادر شده نمیتوانه حتما از بین میره و کسی بالای از این دشمن باطنی قادر شده نمیتونه مگر ای که کسی را نجات بده که شیطان خلق کرده که کی هست؟ الله هست. مگر ای که کسی که را خلق کرده. لذا انسان مسلمان باید به خالق خود از شر شیطان با او پناه ببره. اگر نه باز کامیاب شدن در مقابل این دشمن سرسخت مشکل هست. نو مدارات و مصالحه همراه دشمن ظاهری ممکن است. دشمن که ظاهر است میری همراهش میشینی صلح میکنی. صلح یک چیز میتی و یک چیز میگیری. سبب ورکوی و سبب واخله ممکن است. اما مصالحه همراه دشمن باطنی یعنی شیطان ممکن نیست. از این جهت مسلمان اعوذ بالله میگه، با الله پناه میبره. دوم مسلمان را اگر دشمن ظاهری بکشه چیست؟ شهید. شهید است. مسلمان دست زد دشمن ظاهری شهید شده خلاص. اما اگر توسط دشمن باطنی یعنی شیطان کشته شود باز شهید نیست، مطرود هست. فکرت باشه هر کشته شدن شهادت نیست. اگر دشمن ظاهری انسانها تو را کشت، از بین برد، مسلمان از بین برد، شهید است. خو اگر دشمن باطنی باز موتو را کشت باز او در فتنه افتیدن هست، باز او مطرود هست. در حقیقت پیرو شدن به شیطان هست. یا الله از این جمله ما را نگاه کن. 11 اگر کسی در مقابله با دشمن ظاهری با وجود مقاومت تا حد امکان شکست بخوره مأجور هست. در مقابل دشمن ظاهری مقاومت کردی ولی شکست خوردی، یا کشته شدی و یا هم جبهه را اعلا کردی، شکست تکتیکی خوردی، شکست تکتیکی رفتی، مأجور هست، برات پاداش هست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اما اگر مسلمان در مقابل دشمن باطنی شیطان اگر شکست خورد باز مفتون هست، باز مأجور نیست، باز در فتنه افتیده. لذا باید اعوذ بالله گفته شود. اعوذ بالله ورد زبان شود. همیشه بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این ذکر هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات الله التامات من شر غضبه و عقابه و من شر عباده و من همزات الشیاطین و من ان یحضرون. یہ از جمله امو استعاذه هست که یا امو الفاظ استعاذه است که مسنون از پیامبر علیه السلام آمده. تا اینجا مطالب اعوذ بالله و تفسیر اعوذ بالله خلاص شد. اعوذ پناه میبرم به الله من الشیطان الرجیم، از شر شیطان رانده شده.